بیننده بعدی تماس آخر، وقتمون خیلی کم. آقای زبیر از هرات، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای یزدانی عزیز، حال شما خوب است؟ سلامت باشی. بفرمایید آقای زبیر، شیعه هستید یا از اهل سنت؟ من از اهل سنت هرات هستم. در خدمتیم آقای زبیر. تشکر آقای یزدانی عزیز. بفرمایید مطلبتون رو بفرمایید. من سکوت میکنم شما مطلبتون رو. من زیاد وقت شما نمیگیرم آقای یزدانی عزیز. من با تحقیقاتی که انجام دادم درک کردم که واقعا حق با حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست. و من و همسرم تصمیم گرفتیم به تغییر مذهب. بله ان شاء الله. خیلی هم عالی. علی ملحق و الحق مع علی مطلبی است که خود پیامبر بزرگوار اسلام در همون صدر اسلام فرمودن علی مل قرآن و القرآن مع علی، ولی همچین تعبیری درباره هیچ کدوم از خلفا نیامده. ان شاء الله که تحقیق بیشتر بکنید و ما بله درست 100%. من 4-5 سال که آقای یزدانی دارم تحقیق میکنم که شکر الحمدلله رب العالمین به این نتیجه رسیدم به یاری از خدای پاک. دعا میکنیم خداوند به شما توفیق بده، خود امیرالمومنین علیه السلام دست شما رو بگیره و ان شاء الله که هم شما و همسرتون و همسر مکرمتون خانوادهتون همگی بیایید در راه اهل بیت علیهم السلام، همون راهی که پیغمبر معرفی کرده. یعنی تارکون فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی اهل بیت و انهما لن یتفرقوا حتی یرد علی الحوض علی ملحق و الحق مع علی علی مع القرآن و القرآن مع علی انا مدینه العلم و علی بابها. و ان شاء الله که خود امیرالمومنین دست شما رو خواهد گرفت. در خدمت مگر مطلب دیگه ای دارید؟ خداوند شما رو عمر بده. فقط امیر میگم که ان شاء الله ما تقریبا 4-5 روزه که ما تغییر مذهب دادیم. البته اجی آقا و والدین خبر ندارم حقیقت، برادران اینه چی به جریان نیام تا ما بتونیم ان شاء الله تعالی اگه بشه جرأت کنیم خوش برای از اینا هم بگیم. یواش واقعا به شهر مثل هرات فضا مذهبیه، این گپا زدن آسون نیه، به این راحتی ها نیه. ما خود ما 4-5 سال کمیته تحقیقات داریم تا به این چیز برسیدیم. 2 نفر ما فقط تصمیم گرفتیم ان الله تعالی دور از تعصب مذهبی یا کسی خدای نکرده خواسته باشیم به کسی توهین چیزی بکنیم. امیر ما برای آخرین بار میگم اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان علی حجت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. بسیار بسیار خوشحال شدیم.